امام صادق و بازداشتن از برگزیدن مکه و مدینه به عنوان وطن. عجیبه، ما یه روایت داریم راوی اومد از اصحاب تازه از بستگان و اولاد امام صادق سلام الله علیه که بگیم اولاد پیغمبر هستن و اون همه اذیت می شدن، این از آدمای عادیه، از شاگردای امام صادق علیه السلام. اومد خدمت حضرت، خلاصش اینه که عرض کرده من میخوام بیام از کوفه، از شهر خودم دیگه خسته شدم از ظلم ظالمین و اینا مثلا و در مکه زندگی کنم، مجاور خونه خدا بشم دیگه تا آخر. حضرت فرمودن نه. عرض کرد چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه اهل مکه کفر می‌ورزند. من حالا خیلی ترجمهش نمی کنم، اینا به خدا کفر می‌ورزند. بعد فرمودن به خاطر اینکه با ما اهل بیت دشمنی میکنن. کجا میخوای زندگی کنی؟ به ما اینا ظلم میکنن مردم مکه، وقت به شما شیعیان میخوان خوبی کنن، شما میتونید در بین اونها راحت زندگی کنید، نه مکه نمیخوای بیای. گفت پس آقا میام مجاور قبر پیغمبر میشم، در مدینه دیگه وطن میکنم و زندگی میکنم. حضرت فرمودن اصلا هم اکفر، مردم مدینه کافرتر هستن. چون میدونیم در طول تاریخ هنوزم تا حالا مردم مدینه معمولا نوعشون گرچه شیعه و محب اهل بیت هم داره، اما معمولا نسبت به اهل بیت دشمنیشون از مردم مکه بیشتر بوده. فرمود نمیخواد در مدینه هم بیای، با اینکه خود حضرت ساکن مدینه هستن امام صادق علیه السلام. گفت کجا برم؟ کجا هجرت کنم؟ فرمودن برو در کوفه زندگی کن، که کوفه محبین ما اونجا وطنشون هست و اونجا زندگی میکنن، اونجا تو هم میتونی راحت با اونها محشور باشی و زندگی کنی. حضرت فرمودن برو کوفه زندگی کن، که چون اهل کوفه محبین ما هستن و شما راحت در اون شهر میتونید زندگی کنید. حالا من یه نمونه عرض میکنم از تاریخ. بینندگان عزیز، مشاهده نمودید که این معمم روایتی را به امام صادق نسبت داد که ایشان اهل مکه و مدینه را کافر می دانستند و شخصی را که از ایشان درباره رفتن و سکونت در مکه و مدینه مشوره گرفته فرمودند که هرگز آنجا را برای زندگی انتخاب نکن، زیرا اهل آن کافر هستند. در حالی که در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که فضایل و جایگاه مکه مکرمه را به وضوح بیان می کند. از جمله این آیات: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. آیا توجه نکرده اند که ما شهرشان را حرم امنی قرار داده ایم در حالی که مردم اطرافشان ربوده می شوند؟ پس آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت الله کفران و ناسپاسی می کنند؟ و در احادیث و روایات کتاب‌های اهل سنت و اهل تشیع نیز فضایل مکه و مدینه به وضوح بیان شده است. از جمله این احادیث: در صحیح بخاری عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که فرمودند: ان ابراهیم حرم مکه و دعا لها و حرمت المدینه کما حرم ابراهیم مکه و دعوت لها.
ابراهیم علیه السلام مکه را حرم قرار داد و برای آن دعا فرمود و من مدینه را حرم قرار دادم و برایش دعا کردم. و شیعه از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: احب الارض الى الله تعالی مکة و ما تربة احب الى الله عز وجل من تربتها ولا حجر احب الى الله عز وجل من حجرها ولا شجر احب الى الله عز وجل من شجرها ولا جبال احب الى الله عز وجل من جبالها ولا ماء احب الى الله عز وجل من مائها. محبوب ترین جای زمین نزد الله متعال مکه است. خاکی محبوب تر از خاک آن نزد الله متعال نیست و سنگی محبوب تر از سنگ آن نزد الله متعال نیست و درختی محبوب تر از درخت آن نزد الله متعال نیست و کوهی محبوب تر از کوه آن نزد الله متعال نیست و آبی محبوب تر از آب آن نزد الله متعال نیست. این روایت در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 2 صفحه 243 آمده است. ثانیاً چگونه خود جعفر صادق رحمت الله علیه در مدینه زندگی کردند و در آنجا از دنیا رفته و در همانجا دفن شدند. آیا این اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم نیست؟ دیگران را امر به نیکی کردن و خود را فراموش کردن؟ حال به نظر شما الله متعال به این راضی می شود که اهل این دو شهر مقدس اغلب کافر یا اکفر باشند؟ و امام صادق رحمت الله علیه که خود موضوع فضیلت مکه را ذکر کرده است کسی را از سکونت کردن در آن باز می دارد؟ در ثانی همه می دانند که اهل کوفه باعث و بانی قتل حسین رضی الله تعالی عنه بودند، آنجا که او را به سوی خود فرا خواندند و دوباره از ورود او به شهرشان سر باز زدند و او را در میدان تنها گذاشتند. حال چرا امام جعفر صادق رحمت الله علیه باید کسی را تشویق برفتن به شهر کسانی که بانی قتل جدش بودند و بیشترین فتنه ها را از صدر اسلام به پا کردن نماید؟